نجیب الله می‌دانست که ویرانی موزه نزدیک است. او تصمیم گرفت طلای باختری را به همراه 90 میلیون دلار شمش طلا طی اقدامی فوق سری جابجا کند. گاف صندوق یک شاهکار مهندسی است که توسط یک شرکت آلمانی در دوره نادرشاه در دهه 1930 نصب شده است. نجیب الله برای تضمین امنیت ارزشمندترین گنجینه افغانستان 7 مقام عالی رتبه مورد اعتماد را فرا می‌خواند. طلاها در 6 جعبه قرار داده می‌شوند و در محفظه داخلی سری یک گاف صندوق رسوخ‌ناپذیر پنهان می‌شوند. گاف صندوق با یک در فولادی بسیار بزرگ که با 7 قفل بسته می‌شود محافظت می‌گردد. کلیدهای این 7 قفل به 7 مقام عالی رتبه خارجی که با جانشان از طلای باختری محافظت می‌کنند تحویل داده می‌شود. حتی در این محیط متشنج جای طلاها امن است و در دژی درون دژ بدون داشتن هر 7 کلید نمیتوان گاف صندوق را باز کرد. مقامات عالی رتبه به محل خدمت خود باز میگردند در حالی که هویتشان سری باقی میماند. در اختیار داشتن کلید هم مایه افتخار است، هم مسئولیتی است که جانشان را تهدید میکند. 1994 طلای باختری ایمن است، اما یک گروه متعصب و تندرو در حال ورود به جنگند. سپتامبر 1996 از آنجا که طلای باختری احتمالاً بزرگترین میراث تاریخی افغانستان است، طالبان به دنبال تنها شخصی که به گنجینه‌های ملی دسترسی داشت می‌روند. رئیس جمهور پیشین افغانستان محمد نجیب الله. طالبان در یک گروگانگیری مسلحانه نجیب الله و برادرش را در پایگاه سازمان ملل در کابل دستگیر می‌کنند. The crowd came into the compound, dragged him out. They really wanted him to divulge information about the Tala Tapa. نجیب الله اسرار محل طلاها و هویت دارندگان کلیدها را همچنان مخفی نگاه می‌دارد. با تمام خشونتی که از سوی طالبان اعمال می‌شود، او سخنی بر زبان نمی‌آورد. They beat him and dragged him around and they eventually they castrated him. نجیب الله کسی که خطر طالبان را پیش بینی کرده بود و در پی حفظ ارزشمندترین گنجینه‌های کشور بود، سرانجام رازهای طلای افغان را با خود به گور می‌برد. روزها پس از اعدام نجیب الله، شایعه قدیمی گاف صندوق حاوی گنجینه و شمش‌های طلا طالبان را به بانک مرکزی کابل می‌رساند. مصطفی مدیر خزانه‌داری بانک مرکزی افغانستان است. 35 سال است که امنیت گاف صندوق بانک و محتویات آن بر عهده اوست. طالبان تمامی موجودی نقد دلارها و خزانه بانک را به سرقت می‌برند. یک کلاشینکوف بر روی سر آقای مصطفی قرار می‌دهند و یک کارمند دیگر نیز مورد اصابت تپانچه قرار می‌گیرد. طالبان دوباره می‌خواهند به محل گاف صندوق برده شوند. گاف صندوقی که گنجینه طلای افغانستان در آن قرار دارد. مصطفی از روی اجبار افراد طالبان را به 3 طبقه پایین‌تر و راهروی زیرزمینی راهنمایی می‌کند. جذبه رازآلود طلاها بسیار قدرتمند است. طالبان می‌ترسند که تله‌ها و حتی سگ‌های نگهبان در انتظارشان باشند. آنها ابتدا مصطفی را مجبور می‌کنند که سیستم امنیتی را غیر فعال کند و آنها را از میان راهرو عبور دهد. They had guns on both sides and they told me to open the vault, which I was determined not to do. مصطفی ساکت می‌ماند و تسلیم خواست طالبان نمی‌شود. They wanted to kill me. Even I was ready to sacrifice my blood because of my nation. They did not get into the vault, and they were furious. I knew they were going to come back one day, so that's when I decided to make sure they could not be successful. When the Taliban men were walking away, I took one of the keys I had in my hand, and I put it into one of the locks. Intentionally, I broke the key inside the lock by turning it backwards. کلید شکسته می شود و یک تکه از آن در درون قفل باقی می ماند. خوشبختانه طالبان متوجه این موضوع نیستند. مصطفی شکنجه می شود و آنها با قبضه تپانچه به سرش می کوبند، اما هیچ چیز نمی تواند او را مجبور به افشای رازهای گاف صندوق کند.